الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر، وأصلي وأسلم على نبيه المعتبر. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والعافات. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، خب تشکر زیاد برای دستگیریتان، برای دعاهای نیکی که به بنده میکنید و مینویسید، میفرستونید. خداوند از شما راضی باشد. میگن که خب مستمع صاحب سخن رو بر سر شوق آورد یا بر سر ذوق آورد. ذوق و شوق ما از روی همون شما هست. شما هستید که طلب میکنید، شما هستید که خواهش دارید و ما را به ذوق میاییم این موضوع را دوام میتیم. خب امروز درس ما دوام درسی همون استثناهایی که از حرف و استعلا و استفاله بیرون نمی‌آمدن. یادتان باشد که ما گفتیم یک حرف داریم، حرفی خب لام لفظ الله داریم. گفتیم یعنی اسم الله استثناء است، گاه تفخیم خوانده میشید، گاه ترقیق، یعنی بعضی جا در له خوانده میشید، بعضی جا در الله خوانده میشد. و در دو جایی که لام لفظ الله غفظ خوانده میشید یعنی الله خوانده میشید، در درس پیشین ما گفته بودیم که اگر پیش از لام لفظ الله حرکت فتحه یعنی زبر و یا حرکت ضمه یعنی پیش او بیاید، اگر لام لفظ الله تفخیم یعنی غفظ خوانده میشید، الله خوانده میشید. و امروزه درس ترقیق لفظت الله یعنی تنک خواندن لام لفظ الله. خب دویم قسمت این لام لفظ الله ترقیق لام لفظ الله نام دارد درس امروزه. خب ترقیق لفظ الله. سوال: لام لفظ الله کدام وقت ترقیق خوانده می شود، یعنی کدام وقت باریک خوانده می شود؟ جواب: اگر قبل از لام لفظ الله حرکت کسره یعنی زیر آید، لام لفظ الله ترقیق یعنی باریک خوانده می شود. شما از درس اول الکی انشاءالله که فهمیدید که ما سه حرکت داشتیم، زبر، زیر، پیش داشتیم. ما برای لام لفظ الله غوص باریک خواندن حرکت حرفی مقابلش اعتبار می دادیم. اگر زبر یا پیش می داشت حرفی مقابل حرف اسم الله، ما اسم الله می گفتیم. اکنون در این درس فهمیدیم که یک حرکت دیگر مونده است، کسره، یعنی اگر پیش از لام لفظ الله کسره باشد، زیر باشد، ما لام لفظ الله تنک یعنی ترقیق میخونیم. همین اصطلاحات خوب یادتون بگیرید، چون که از این پس اگر شما وسیع‌تر زیادتر معلومات پیدا کردن خواستید، شما تنک خواندن لام لفظ الله نمیگید، نمینویسید، بلکه در مثلا اینترنت که نویسید ترقیق لفظ الله یا که ترقیق لفظت الله مینویسید. این تعبیرایی هستند یا که ترمینایی هستند که شما باید برای خوبتر درباره علم تجوید معلومات پیدا کردنتون یاد گیرید. یعنی تفخیم لام لفظ الله، تحقیق لام لفظ الله، اینا را یادتون باید گرفته مانید. خب اکنون مثال هایی که درباره تحقیق لفظ الله هست ما میخونیم یک جویا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بینید اعوذ بالله گفتیم، یعنی لام لفظ الله همینجا اسم الله آمدگی است و پیش از اسم الله بودگی حرف ب هست. حرف ب ما چی دارد؟ کسره ای دارد. بنابراین بالله گفتیم. اعوذ بالله نگفتیم که اعوذ بالله، این خیلی نادرست میشه. بنابراین اعوذ بالله گفتن درست است. یا که بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله لام لفظ الله دیدیم یا که اسم الله پیدا کردیم، پیش از او را بودگی حرف میم است. میم ما کسره دارد، زیر دارد، بنابراین لام لفظ الله ترقیق یعنی تنک خوانده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگر الحمد لله. الحمد لله رب العالمین. خب لام لفظ الله یعنی الله دیدیم و پیش از وی بودگی حرف لام است، با لله گفتیم. بنابراین حرف لامی ما چی دارد؟ کسره دارد و به همین خاطر ما تنک خوندیم. لله الحمد لله. خب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في دين الله لام لفظ الله پیدا کردیم یا که اسم الله دیدیم، پیش از اون بودگی حرف نون است
حرکت حرف نون ما کسره است، زیر است، بنابراین لام لفظ الله تنک خوانده شد. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، إلا أن يؤمنوا بالله العزیز الحمید. بالله رم همون قاعده پیشین خطی مطابق است، یعنی اسم الله هست، پیش از اسم الله بدگی حرف با است، حرف با کسره دارد، بنابراین بالله گفتیم. خب ایضاح برادر عزیز، یعنی یک کمی باید روشنی اندازیم در این موضوع. به خاطر من این خطاگی‌های تکنیکی و خطایی که هستن معذرت میخوام. خب ایضاح، لفظ اللهم نیز مطابق قاعده مذکور خوانده می شود. یادتون گیرید که ما اسم الله داریم، بعضی جا همین اسم الله به شکل اللهم خوانده می شود. اللهم خاصتا در دعاها زیاده اللهم ربنا یا اللهم گفته دعا میکنیم. در قرآن کریم هم یک چند جا کم است، به هر حال آمادگی است، یعنی اللهم آمادگی از جاها و اونم مطابق عیناً همین قاعده خوانده می شود. یعنی پیش از لام لفظ الله هم میبینیم که چی حرکت است. مثال قل اللهم مالک الملک، بینید قل اللهم، کلمه اللهم را پیدا کردیم، پیش از این بدگی حرف لام است، لام ما کسره دارد، بنابراین قل اللهم گفتیم، قل اللهم نگفتیم. مثال دیگری قل اللهم فاطر السماوات والارض، قل اللهم فاطر السماوات والأرض وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق. خب وإذ قالوا اللهم، یعنی ما اللهم را اسم الله پیدا کردیم و پیش از خودش بدگی حرفا را دیدیم، اینا حرکت ندارند، الف حرکت ندارد، الف دیگری هم حرکت ندارد، واو ما حرکت ندارد، بنابراین آمدیم حرف لام در هستیم، لام ما حرکت ضمه دارد و به همین خاطر اللهم را غفظ خوانده شد. و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق، فکر میکنم من اینجا حق من عندك باید باشد، حرکت قاف خطا است. خب مثال دیگر قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. مريم اللهم، بینید قال عيسى ابن مريم اللهم، لام لفظ الله پیدا کردیم، پیش از او بدگی حرف میم است، حرف میم ما فتحه دارد، بنابراین اللهم را می غوث خونده می شد. مریم اللهم گفتیم، مریم اللهم نادرست می شود. آخران آیت دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. خب این بود مثال هایی که برای ایضاحی که برای یعنی قاعده تفخیم و ترقیقی لام لفظ الله پیشنهاد شما کردیم. سبحانك اللهم هم دقت، سبحانك اللهم، چون که کاف ما پیش از اللهم گفتن تفخیم شد، یعنی غوث شد. سبحانك اللهم و بحمدك و نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک.